اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دعای روز 23 از ماه مبارک رمضان میخوانیم: اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب و امتحن قلبی فیه بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین. خدایا ما رو از گناهانی که کردیم بشور. اللهم اغسلنی، خدایا ما رو شستشو بده در این روز و در این ماه، به حرمت این روز و این ماه، از گناهانی که کردیم. انسان وقتی که مرتکب یک گناهی میشه بدنش آلوده میشه، این جان او، این جسم او آلوده میشه. همه گناهان در جان ما و در جسم ما و در روح ما اثر دارند، اما ما متوجه این اثرات نمیشیم. لذا از خدای متعال میخوایم که خود خدای متعال ما رو شستشو بده در این ماه، به حرمت این ماه، نسبت به گناهانی که کردیم. و طهرنی، خدای ما رو پاک بگردان در این ماه از عیوبی که داریم. بعضی چیزها گناه هست، بعضی چیزها عیب است و این عیب ها لزوما گناه نیستند. به عنوان مثال یک کسی که استاد یک درسی هست، اگر فراموشی بر اون حادث بشه نسبت به یکی از اون فصلهای درسی که داشته درس میداد، خب این برای این فرد عیبه. ما از خدا میخوایم که خدای متعال عیوب ما رو بپوشونه، عیبهای ما رو بپوشونه. برخی از عیوب گناه هستن اما همه عیوب گناه نیستن. خیلی از ماها عیبهایی داریم که اینها گناه نیست اما شایسته اون مقام و جایگاهی که ما داریم نیست. و امتحن قلبی فیه بتقوی القلوب، که خدایا دلم را برای تقوا خالص کن، دلم را به پرهیزکاری دلها بیازما. ما به نوعی از خدا میخوایم که خدایا ما رو امتحان بکن، اما امتحانی که ازش سربلند بیرون بیان، امتحانی که حواسمون به قبول شدنش باشه، حواسمون به این باشه که در این امتحان موفق باشیم. به نوعی از خدا طلب امتحان داریم میکنیم، اما طلب امتحانی که به تقوی القلوب، خدایا به پرهیزکاری بیازما. یعنی اون جاهایی که خود خدای متعال میدونه که ما رفوزه میشیم، میافتیم، از اون جاها امتحان نگیره، از اون جاهایی که بلدیم و موفق میشیم امتحان بگیره. یا مقیل اثرات المذنبین، ای کسی که لغزش گناهکاران را نادیده میگیری. تنها کسی که شایسته است که گناهان ما را بیامرزد خدای متعاله، چه حق النفس باشه، چه حق الناس باشه، چه حق الله باشه، چون تمام این حقوق رو خود خدا واسه ما معرفی کرده. مگر می شود من نسبت به کسی ظلم بکنم؟ این می شود حق الناس، و این حق الناس رو خب حق اون طرف مقابل رو کی تعریف کرده؟ خدای متعال. همین کسی که تعریف کرده شایسته است که اون حق رو بخواد بر ما ببخشه وقتی که شایستگی اون رو پیدا کنیم، و الا کسی جز خدا این شایستگی رو ندارد که بتواند گناهان ما رو ببخشاید و بیامرزد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.